میدونستین شرکت فناوری داده پویشگر اولین و تنها شرکت دانش بنیانیه که در تولید نرم افزارهای صنعت در و پنجره ایرانی فعالیت میکنه و بیش از 8000 مشترک برای مجموع محصولاتش داره؟ ایده شرکت فناوری داده پویشگر یا همون FDP توی سالهای 81 و 82 توسط چند تا دانشجو مطرح شد. در سال 1383 این تیم نرم افزار جامع طراح رو رونمایی کرد که اولین نرم افزار طراحی، فروش و تولید انواع در و پنجره تو ایران بود و به واسطه توانایی‌ها و امکانات ویژه و مفیدی که داشت، محبوبیت فوق‌العاده‌ای توی این صنعت پیدا کرد. رشد روزافزون صنعت و به وجود اومدن نیازهای جدید باعث شد شرکت به صورت متمرکز روی رفع نیازهای نرم افزاری صنعت در و پنجره و شیشه‌های چنجداره فعالیت داشته باشه و در این راستا مجموعه محصولات متنوع و کارآمدی را تولید و عرضه کرده که هر کدوم سهم زیادی در رشد و تعالی این صنعت داشتند. بیایید یه نگاهی به تاریخچه این شرکت طی 20 سال بندازیم. همه اینها با تلاش روزافزون بیش از 250 متخصص آیتی کشورمون طی 20 سال انجام شده. اینجاست که میگن یه دست صدا نداره.